سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه، لبخند لبتون باشه و دلتون شاد باشه. همونجوری که از تامنیل ویدیو معلومه، امروز اومدم با آنباکس محصولات فلورمار. البته بعدش یه نیمچه آرایشی هم میکنیم که بریم دانشگاه. پس با من همراه باشید. Let's go! Now get the fuck up. بچه‌ها من تازه بک‌گراند با نور طبیعی پیدا کردم و دیگه ببخشید اگه یکم خوشگل نیست. حالا یه فکرایی میکنم راجبش، ولی خب دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. اینجا نورش خیلی خوبه، نور طبیعی، نور آفتاب دیگه. خلاصه که آره، اینم بود از توضیحات این بک‌گراند و بزنیم بریم سراغ بسته پستیمون. بچه این بسته پستیمونه که من دیروز بازش کردم، به خاطر اینکه دیروز خیلی گرم بود و موقعی که رسید من بیشتر میترسیدم اون محصولاتی که سفارش دادم به اصطلاح شکسته باشه بر اثر حال گرما و اینا. دیگه سریع بازش کردم، دیدم سالمن، حداقل اون چیزایی که ازشون معلوم بود. و اینکه اینم از داخل بسته ما. من خیلی سریع باید توضیح بدم، گوشیم حافظه نداره و هرگاه ممکنه پر بشه. اینو من سفارش ندادم راستش، این برام گیفت فرستادن، یه هدیه بود و نمیدونم دقیقا با این چی کار کنم، اصلا قابل استفاده نیست. حداقل فکر میکردم یه چه میدونم، حالا دستشون درد نکنه ها، ولی مثلا یه رژ لبی، بالمی، چیزی، حالا اشکال نداره. اینم از داخل محصولات سفارشی ما. بچه ها من حدود 1,000,000 تومان اشتباه سفارش دادم. نه اشتباه سفارش dاده باشم ها، همیشه مثلا میرم توی آنلاین شاپ ها چیزایی که مثلا دوست دارم یا مثلا نیاز دارم و میذارم که ببینم سرجم مثلا مجموع قیمتاشون چقدر میشه. و من از قبل حذف نکرده بودم و موقعی که اینو سفارش دادم اصلا حواسم نبود، با اینکه مثلا من چند بار همیشه میبینم، مثلا نمیدونم دیگه. شانسشون بوده دیگه و چند تا محصول اشتباه سفارش دادم که دیگه نمیشم برگردوند و باید ازش استفاده کنم. و بچه راستی من الان هیچ آرایشی ندارم، هیچ آرایشی نکردم، ولی پرایمر زدم. یه سری از محصولات فلورمار رو من داشتم، مثل این پرایمرش که واقعا پرایمر خیلی خوبیه و این رژگونهش که دختر خالم بهم هدیه داده. رژگونه و پرایمرش رو داشتم، رفتم چیزای دیگه رو که نداشتم از این برند سفارش دادم. برند او مای گاد. خب این به پوست مربوطه، این به لب مربوطه و حالا یک سری چیزا الان من براتون باز میکنم و بهتون نشون میدم. من اکثر چیزا رو باز کردم بچه ها، این دوتا رو هم باز میکنم و گفتم به خاطر اینکه گوشیم حافظه نداره نمیتونم مثلا یه دونه نشونتون بدم و اگه گربه هام بذارن من یک ویدیوی خوب بگیرم واسهتون، اینقدر حواسم به اینا نباشه. و اینکه اینم یکی از اون سفارش‌هایی بود که به اشتباه اومد متاسفانه. و بچه‌ها بعد از اینکه این سفارش‌ها رو نشونتون دادم، قراره همشونو که نه ولی اکثرشون رو استفاده کنم که ببینیم نظرمون رو بگیم و ببینیم چطوریه. اول از این تینت فلورمار شروع میکنم. 25 FPS و خب تینت هم میدونید دیگه چطوریه، مثلا توش FPS داره و خیلی سبکتر از کرم پودر و اینا دیگه. 35 میلی هم هست. اینو استفاده میکنیم ببینیم چطوریه. کانسیلر فلورمار سفارش دادم، خیلی تعریفش شنیدم تو اون حالا آنلاین شاپی که سفارش دادم. اینجا هم براتون آنلاین شاپ همیشگیمو میذارم که اگه دوست داشتید برید سفارش بدید. و محصولات جدیدم دوباره سفارش دادم متاسفانه و اونم اگه رسید حتما پارت محصولات برند جدیدو براتون میگیرم. یه برند جدید ترکیه‌ای هم هست مثلا این فلورماره و میخوام استفاده کنم ببینیم چطوریه دور هم دیگه. کانتور فلورمار بچه، این کانتور کرمیه و واقعا پکیجینگ خیلی قشنگی داره، خدای خیلی خوشگله، ساده و شیکه و اینم حتما امتحان کنید. اسپری فیکس مات کننده فلورمار، حالا ببینیم واقعا اینجوریه یا خیر. پودر بیک یا همون پودر فیکس فلورمار که هیچ فرقی با هم دیگه ندارن.
و متاسفانه فکر کنم این رنگی هم باشه، همونجوری که ازش مشخصه. تینت لب فلورمار، بالم لب فلورمار، لیپ گلاس فلورمار. این گرون بود نسبت به بقیه محصولاتش و نمیدونم واقعا چرا، فکر کنم چون جدید بود اینجوری بود. و میریم سراغ 3 تا محصولی که من به اشتباه سفارش دادم، 1,000,000 تومانی که به اشتباه سفارش دادم. یه دونه این اسپری فیکسه که اینو اشتباه سفارش دادم و یه دونم این لیپ گلاس رولوشن نزدیک 600,000 تومان فقط پول این بود. واقعا نمیدونم چرا، اصلا نمیدونم. من که اینو قابش میگیرم نگاش میکنم، قطعا استفاده نمیکنم. و شما اگه ویدیوهای قبلی منو ببینید آنباکس شیگلم دارم و 2 پارت کاملا جداگونه آنباکس شیگلم گرفتم براتون. کانسیلر کاسه شیگلم و اندازه خط چشمشه، اندازه اون پکیج خط چشمشه، خط چشمشم دارم و واقعا اندازه همونه. میبینید چقدر کوچیکه؟ حالا واسهتون بازش کنم، پلمپه براتون بازش کنم نگاه کنید، اصلا خیلی کوچیکه. بعد اصلا نمیدونم اینجوریه و یکم بکشم. اوه خیلی کم کشیدم ولی خیلی پیگمنت داره. فکر نکنم شیگلم منو پشیمون کنه، فکر نکنم، نمیدونم. خب بچه من گربام خیلی دارن شیطونی میکنن، برم بذارمشون توی اتاق و بیام براتون با تمام این چیزایی که سفارش دادم آرایش کنم. شیطون خانم هستن. بچه این جوش مجلسی ما دیدی؟ من واسه اولین بار میخوام توی دوربین گوشی آرایش کنم. اگه بد شد ببخشید. از این تینت میخوام شروع کنم و اینکه همونجوری که میدونید، حالا البته جلوی چون نورم مشخص نمیشه ولی رنگ پوست صورت هم حالت بهتون بگم 2-3 درجه تیره تر از مثلا بدنمه، به خاطر همین یکم خیلی انتخاب سختی دارم. بعضی موقع خیلی سفید میشه، خیلی هم روشن میشه. و این چرا پلمپ نیست؟ این نباید پلمپ باشه، نمیدونم. من خیلی کم میز چه باد چیزی خوردم. بچه دیدید براتون مژه گذاشتم، خودم گذاشتم و اوکی. من اصلا نمیتونم تشخیص بدم که هیچ آینه ای هم جلو ندارم و نمیتونم تشخیص بدم که دارم چه بلایی سر خودم میارم، ولی حس میکنم زیاد زدم. بچه من چسب زدم که ورم بینیم بخوابه که براتون ویدیو میخوام بگیرم، ولی متاسفانه خیلی بیشتر ورم کرد. یعنی کلا سیستم بدنم خیلی متفاوته. میبینید الان همرنگ گردنم شدم نسبتا. میبینید بچه خیلی سبکه، انگار ضد آفتاب فقط زدم. یعنی اون حس ضد آفتابو داره بیشتر الان روی پوستم. به کانسیلر احتیاجی نداره الان، ولی ما یکم میایم استفاده کنیم که ببینیم چطوریه. یه بوی ناخوشایندی داره. میبینید اینو کجا زدم؟ مسخرم نکنید. کانسیلرش هم خوبه، خیلی خوبه، سبک هم هست. بچه من اون کانسیلر شیگلم که گرفتم، اگه از ویدیو قبلی میاین یا دیدیم ویدیو قبلی اون که کاورش خیلی خیلی زیاده، من هنوز زیاد نگرفتم با اون کار کنم. و بچه اینجوریه که شما یه نقطه رو میزنید کل اینجاتون اصلا خیلی عجیب غریبه.
بکنم اونو واسه میکاپ آرتیستا بیشتر درست کرده تا آدمای معمولی مثل من. الان میخوام از برانزر استفاده کنم بچه ها. من با این بچه ها میزنم. حالا میدونم باید با مثلا چیز بزن. چه برانزر چیزی هم داره، پیگمنت داری داره. میبینید یکم زدم این ورم رفته تو قشنگ. به همین راحتی، به همین شریکی. اینو زیاد زدم. چرا داره بدتر میشه؟ وای داره بدتر میشه. خواهی دوست دارم. اصلا بچه من نمیتونم. اصلا توی گوشی نمیتونم متاسفانه. خب اینم از این. روی بینیمون نمیخوام امتحان کنم به خاطر اینکه میدونم گند میزنم الان توی دوربین. و اینکه اینم از برانزر ما. الان بچه این پودر مونده که بعدش من رژگونه بزنم و اسپری فیکس. حالا اینو با پاف شیگلم میزنم. یکم اینو اینجوری میزنم توش و چرا یه تغییری شبیه فیلتر کرده اینجا ما. میبینید؟ بذارید اینجا بزنم از نزدیک. رنگی هم هست، میبینید؟ زرده برای پوست من. میبینید رنگشو؟ زرده. مشکلم همیشه با این محصولات این بوده، زردم برای من. و تمام. خب میریم سراغ رژگونه فلورمار. بچه ها این نوشته شیگلم گربه داره میره. ناراحت شدم. بسیار کم میزن، بسیار کم. خب و الان میریم سراغ دوتا محصول آخر که یه دونه این لیپ گلاس است که البته بچه اون چیزه رو، یعنی ما 3 تا دیگه آیتم داریم که البته چون میخوایم از فلورمار استفاده کنیم این اشتباه گرونمون رو میذاریم کنار. و قرمز هم هست واسه دانشگاه نامناسبه. تینت فلورمار هست و این بالم لب فلورمار که من میخوام از این استفاده کنم. ببینم این واقعا چی داره. بچه بوی آدامس نعنایی میده. نکنه از این حجم نعنایی است. چه رنگ خوشگلی ولی داره. رنگش دوست داشتم. الان این ورش هم هستم ولی من زیاد پررنگ نمیزنم چیزامو. رنگ باحالی داره نداره؟ و بچه ها زنبور گاوی دارم میبینم توی حیاط. به اسپری فیکسمون رسیدیم. از دور میزنم که یکم دیدید چیزه. بچه اسپری فیکس هم بوی چیز میده، بو آدامس میده. وای موجام هم چسبید. اسپری فیکس هم بو آدامس میداد، بو آدامس دارچینی. اون بو آدامس نعنایی میداد لیپ گلاس، این بو آدامس دارچینی میده. بچه ها همونجوری که گفتم و همونجوری هم که از بوی این لیپ گلاس زیبا مشخص بود، این حجم دهنده است. داره یکم لبمو میسوزونه، خیلی سرد شده لبم. و اینکه ولی اصلا احساس سنگینی نداره روی لبم. و اینکه اینم از میکاپ من. امیدوارم دوست داشته باشید.
خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار. بای بای.